هیچ عنوان تاکید میکنم تحت هیچ شرایطی روزتو بدون گفتن این 4 تا جمله شروع نکن. من میگم و تو الهی آمین بگو و بفرست برای عزیزان زندگیت که باید آگاه بشن. اولیش سپاسگزاریه. بگو خدایا شکرت به خاطر نعمت‌هایی که بی‌منت، بی‌حساب و پنهانی وارد زندگی من میکنی. خدایا شکرت به خاطر نعمت‌ها و برکاتی که من با چشمم نمیبینم. خدایا شکرت به خاطر اون رزق و برکتی که وارد زندگیم کردی، امروز وارد زندگیم میکنی و روزهای بعد از 1001 طریق وارد زندگی من میکنی. دوم، محافظت بخواه از خداوند. خدایا تو محافظ من، خانواده من و خونه من باش. تو سپر محافظ من باش. بذار حضور تو نگهبان و مراقب ما باشه. و سوم، ازش راهنمایی بخواه. بگو خدایا قدم بعدی رو تو به من نشون بده. تو من رو هدایت کن. تو به من بگو من چی کار کنم. من ذهنم محدوده. ذهن محدود من نمیتونه عقل کل کائنات رو تشخیص بده. تو من رو راهنمایی و هدایت کن. و چهارم، ازش آرامش بخواه. بگو خدایا بهم آرامش بده. ذهنم رو خالی کن. قلبم رو آروم کن و بارم رو سبک کن. حتما الهی آمین بگو و بفرست برای اون کسی که باید بشنوه.